آسون ترین روش واسه کرکری درست کردن رو بریم تا بهتون بگم. یه برش 10 سانتی طولی میزنید، بعد 10 اینا رو برش میدید اینجوری. یه گونیا سرامیک راسته میزنید و سرامیک چسبش میزنید، بعد 10 سانتی ها رو علبه فابریک میچسبونید به الگویی که درست کردید. هر کدوم رو 3 میل میندازیم روی یکی دیگه که میشه نتیجهش. بعد با این تیکه پرتای پارسی بر که گونیا هم هست اینا رو به هم دیگه میچسبونیم که حجم زیادی رو از سرامیک نگیره که تو قاب بچسبه. بعد که همه رو با این لقمه های پارسی بر چسبیدیم، اون موقع میایم برشای اسکوپ رو میزنیم. اینجوری خیلی راحت تر میشه اسکوپ کرد. نتیجه کار میشه